اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم لطف و احسان خالق متعال است که بر ما فرصت داد که برنامه از برنامه‌های عقیده در پرتو قرآن و سنت خدمت شما دوستان عزیز تقدیم بکنیم. عزیزان، موضوع امروز ما توسل و وسیله گرفتن است به خالق متعال سبحانه و تعالی. در قسمت توسل طبعا ما مسلمان ها توسل خود مطابق آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میتیم. حالا این توسل در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه هست و عقیده مسلمان ها در قسمت ای که توسل میکنن چگونه هست؟ اول باید در قسمت توسل یک قاعده اساسی را بشناسیم و او این است که ما مسلمان ها عقیده داریم که خالق ما ذات یگانه هست. خالق هست که او رحمان و رحیم است. به اساس رحمتش دروازه های رحمتش همیشه برای ما مسلمان ها باز است. پس هیچ کسی از الله کده بر ما مهربانتر نیست که ما در مشکلات خود به پیش از او بریم تا او شخص یا او هر کسی که هست او باز دست ما را گرفته به خالق متعال ما را ببره. بلکه خالق متعال سبحانه و تعالی بر ما کتاب و سنت فرستاده هست، پیغمبر فرستاده است، تعالیم از او در پیش روی ما ماندگی هست. ما عقیده داریم که خالق متعال ذات رحمان رحیم است و رحمت از او وسعت کل شیء، بر همه وسیع است. بناهن به اساس رحمت الله مستقیما از الله متعال میخواهیم. ما عقیده داریم الله سمیع است و الله بصیر است. وقتی الله سمیع است و هو السمیع و هو البصیر و هو السمیع البصیر، وقتی الله سبحانه و تعالی سمیع و بصیر است میشنوه هر چی ما میگیم، خودش میشنوه، ذات قادر و قدرتمند است. هر نقطه‌ای که ما میگیم او را میشنوه و میبینه و به می خاطر که لقمان حکیم که در قرآن عظیم شان من حیث حکیم بیان شده است، لقمان حکیم برای بچه خود میگه که پسرم یا بنیه، ای پسرکم، انها ان تک مثقال حبه من خردل، اگر یک دانه کوچک، یعنی از یک بر هزارم قسمت از خردل که یک دانه کوچک است مثل سیادانه و یا مثل اسپن، میگه این اگر یک بر هزارم حیثیتی هم باشه، فتکون فی صخره، در یک سنگ بسیار بزرگی، در داخل یک سنگ بسیار بزرگی باشه، او فی السماوات، یا در آسمان ها باشه، او فی الارض، یا در زمین باشه، در هر جایی عمق زمین، در هر جایی که باشه، یأتی به الله سبحانه و تعالی او را حاضر میکنه. ان الله لطیف خبیر، یقینا که الله سبحانه و تعالی بسیار باریک بین است و بسیار باخبر است. وقتی ما میدانیم که الله سبحانه و تعالی لطیف است و بسیار باریک بین است و بسیار باخبر است و میشنوه و میبینه و همچنان بر ما نزدیک است. اذا سألك عبادی عنی، الله میگه که وقت بنده های ما در مورد ما سوال میکنن از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، فانی قریب، پس ما به بنده خود نزدیک هستم. و در آیت دیگه قرآن میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما بر بنده خود از شارک گردن هم نزدیک هستیم. طبعا نزدیکی الله با اساس قدرتش است، با اساس علمش است. نزدیکی الله را با نزدیکی مخلوقات تشبیه و تمثیل
نمی کنیم، بلکه الله با ما نزدیک است، سمیع است، قریب است، قادر است، مقتدر است. بناهن هر دعایی که ما میکنیم، هر تقاضایی که میکنیم، الله سبحانه و تعالی او را میشنوه و همچنان الله المجیب است، ذات است که اجابت دعاها را میکنه. وقتی ما با آیت قرآن میریم که الله سبحانه و تعالی میگه که ادعونی، بر ما خطاب میکنه، شما دست دعا، الله میگه به بارگاه ما بلند کنین، استجب لکم، الله میگه ما براتان اجابت میکنم. پس الله اجابت کننده هست. وقتی ما این عقیده را داشتیم که الله الرحمن الرحیم القریب المجیب السمیع البصیر عالم الغیب و شهاده هست و اللطیف و خبیر است، تمام صفات الله سبحانه و تعالی داره، بناهن ما در مشکلات خود چی میکنیم؟ مستقیما به بارگاه الله سبحانه و تعالی رجوع میکنیم و نیازی به شخص دیگه نداریم، مثل بت پرستا و یا قبر پرستا که ما به بت بریم و او بر ما عریضه ما را با اونا پیش بکنن. چون ما امت عقیده توحیدی داریم که الله دارای امی صفات است، از این خاطر ما توسل به بارگاه الله سبحانه و تعالی مستقیم میکنیم. دوم نقطه که در اینجا مهم است، وقتی ما توسل میکنیم، آل هندوها توسل دارن، یهود توسل دارن، نصرانی ها توسل دارن، بت پرستا و قبر پرستا، هر کسی توسل خاص خود داره. ما طریقه توسل خود از کی یاد بگیریم؟ از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. طریقه های توسل بر ما در قرآن عظیم الشان بیان شده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر داده شده است. خب به این سرزمی طریقه هایی که در قرآن عظیم الشان هست، ببینیم که کدام راه ها و طریقه ها را بر ما نشان میده. طریقه اول توسل به نام ها و صفات الله هست. الله سبحانه و تعالی بر ما میگه در سوره اعراف آیه 180، الله سبحانه و تعالی در آیت 180 سوره اعراف میگه که ولله الاسماء الحسنى، ولله الاسماء الحسنى. الله میگه و خاص بر الله هست نامهای زیبا و نیک، فدعوه بها، پس طلب بکنید از الله بها، توسط امی نام ها. یعنی توسل و دعا با چی میشه؟ با نام های الله میشه. و ذرو، و ببینید در آخر آیت چی میگه؟ و ذرو، و بگذارین الذین کسانی که یلحدون فی اسمائه، اونا در نام های الله الحاد میکنن، کجی میکنن، روش غلط اختیار میکنن، سیجزون ما کانوا یعملون، اینا حتما جزا داده میشن ما کانوا یعملون، به سبب آنچه که عمل میکردن. اکنون دوستان عزیزان ببینین توسل به چی میشه؟ به نامها و صفات الله سبحانه و تعالی میشه و مثال های زیادی را قرآن عظیم الشان بر ما بیان میکنه که تعلیم میده ما را که شما سیل کنین توسل های دیگه پیغمبرا را. شما پیرو پیغمبرا هستین، شما به منهج و روش پیغمبرا باید توسل بکنین. پیغمبرا چه قسم توسل میکردن؟ در آیت 126 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میگه که و اذ قال ابراهیم، وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام. حالا ابراهیم علیه السلام دست دعا به بارگاه الله بلند میکنه. ابراهیم علیه السلام دست دعا را وقتی به بارگاه الله بلند میکنه چی میگه؟ با نام از نامهای الله توسل میکنه و میگه ربی، ای پروردگار من. و اذ قال ابراهیم، و هنگامی که گفت ابراهیم علیه السلام ربی، ای پروردگار من، اجعل، بگردان، هذا بلدا آمنا، این شهر، این مملکت یک ملکی با امن، مکه مکرمه را میگن، ورزق اهله من الثمرات، و یا الله رزق بده اهل آن را از میوه ها، من کسانی را که آمن منهم بالله والیوم الاخر، که ایمان دارن به الله و روز آخرت. پس در اینجا میبینیم که ابراهیم علیه السلام توسل میکنه. ابراهیم علیه السلام به چی توسل میکنه؟ به نام از نامهای الله سبحانه و تعالی و میگه که رب، ای پروردگار من، به مخلوق مراجعه نمیکنن.
موسی علیه السلام هم پیغمبر از پیغمبرای الله هست. قال گفت رب انی لا املک الا نفسی و اخی. موسی علیه السلام هم توسل میکنه با رب ای پروردگار من. وقتی مییم زکریا علیه السلام میبینیم که اونا هم توسل میکنن. زکریا علیه السلام هنالک دعا زکریا ربه قال ربی، گفت ای پروردگار من حبلی من لدنک ذریتا طیبه، بر من نصیب بکن از بارگاه خودت یک ذریه نیک. عیسی علیه السلام هم بنده از بنده های الله هست و پیغمبر از پیغمبرهای الله هست. قال عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم گفت اللهم ربنا. ببینین اللهم یا الله، ربنا ای پروردگار ما، انزل علینا مائده من السماء، اینجا بالای ما نازل کن مائده را از آسمان. پس ببینین تمامی پیغمبران توسل میکردن به چی؟ به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی، و این هست منهج قرآنی برای توسل برای کسانی که چی میکنن؟ اینا توسل مطابق قرآن و سنت میکنن. ما و شما پیروان قرآن و سنت هستیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیمشان وقتی توسل از اینا را ذکر میکنه بر ما بیان میکنه که شما ببینین این مثال هایی را که اونا پیغمبرا بودن، کسانی بودن که الله اونا را اختیار کرده بود، کسانی بودن که مطابق اوامر الله سبحانه و تعالی دعا و توسل میکردن. پس ببینین همیشه به نامهای الله سبحانه و تعالی توسل میکردن. بناهن اگر کسی توسل به نامهای الله میکنه و در قرآن و سنت 99 نام الله سبحانه و تعالی ذکر شدن و صفات زیاد الله سبحانه و تعالی ذکر شدن، پس ما آیا کمی دی این نامها و صفاتی داریم که با جای دیگه رجوع بکنیم؟ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. آب در کوزه هست، هدایت در قرآن عظیم شان است، هدایت در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ما سرگردان میگردیم در عقب هدایت با دلایل عقلی و دیگر. دوم شما ببینید که تعلیم توسل به نامها و صفات الهی، الله سبحانه و تعالی تعلیم میده که شما توسل به نامهای الله بکنین. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قل اللهم مالک الملک، قل بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اللهم یا الله مالک الملک، تو مالک ملک هستی، تو الملک میدی ملک را لمن تشاء، برای هر کسی بخوایی، تا عزت میدی برای کسی بخوایی، ذلت میدی برای کسی بخوایی. پس شما توسل به نامها و صفات الله سبحانه و تعالی بکنین. در آیت دیگر میگه قل اللهم فاطر السماوات والارض، بگوین یا الله یا الله ای فاطر یعنی از نو خلق کننده آسمان ها و زمین. بس این تعلیمی هست که قرآن عظیمشان در توسل بر ما تعلیم میده. وقتی میایم در توسل به نامها و صفات الله در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث زیادی توسل کرده اند. فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده اللهم رب السماوات رب الارض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء اللهم رب الناس واشف أنت الشافي مذهب البأس اللهم اشف اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اسأل الله العظیم رب العرش العظیم. اینا رو شما ببینید که الله رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل به نامها و صفات الله سبحانه و تعالی میکردن. پس یکی از طریقه های درستی که در توسل مطابق قرآن و سنت می باشد توسل به نامها و صفات الله سبحانه و تعالی هست. طریقه دوم توسل با نسبت نام خالق به یکی از مخلوقات. نام خالق متعال با
نام یکی از مخلوقات نسبت میدیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفتن؟ رب جبرائیل، رب میکائیل، رب اسرافیل. شما ببینین ابو سلمه ابن عبدالرحمن ابن عوف میگه سألت عائشه ام المؤمنین بأي شيء كان نبی الله صلی الله علیه و سلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل قالت كان اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبریل. ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم میده که جبریل علیه السلام با وجودی که بسیار ملک مقرب بزرگوار است لکن توسل به او نمیشه. توسل با چی میشه؟ به رب، به نام از نامهای الله میشه. پس میگه اللهم رب جبرائیل، ای پروردگاری که تو رب و پروردگار جبرائیل هستی، ای پروردگاری که تو رب میکائیل و اسرافیل هستی، فاطر السماوات والارض هستی، عالم الغیب و الشهاده هستی، انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه یختلفون. باز در آخرش میگه اهدینی لما اختلف فیه من الحق. پس پروردگارا مرا هدایت کن. ببینید این از توسل رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقه درست توسل که در قرآن و سنت ثابت است. سومین طریقه از طرق توسل با ایمان خود توسل کننده هست. یعنی انسان مسلمان وقتی ایمان به الله داره، ایمان انسان به نزد الله ارزش بسیار زیاد داره. پس یکی از طریقه های درست و صحیحه که در قرآن و سنت ثابت است، این توسل به ایمان خود انسان است. به این خاطر الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 53 بر ما توسل مؤمنای حقیقی را بیان میکنه که میگفتن ربنا، ای پروردگار ما، آمنا بما انزلت، ما ایمان آوردیم به آنچه که تو نازل کردی، و تبعنا الرسول، و ما متابعت کردیم از پیامبرت. باز اینجا دعای خدا پیش میکنه فاکتبنا مع الشاهدین. در اینجا سه توسل بیان میشه در این آیت شریف. ربنا، اول توسل به نام از نامهای الله. آمنا، دوم توسل به ایمان خود شخص انسانی که ایمان داره. و سوم توسل به چی هست؟ به متابعت، به ای که ما متابعت از پیغمبر کردیم، این هم عمل صالح خود ما هست، بناهن به این توسل صورت گرفته هست. پس توسل درسته که در قرآن و سنت آمده هست امی هست که انسان میگه اللهم اینی آمنت بک و برسولک فاغفر لی و وفقنی. پروردگارا من ایمان آوردم به تو و ایمان آوردم به پیغمبرت، پس پروردگارا مرا مغفرت بکن و پروردگارا مرا چیکو توفیق نصیب بکن. این هم طریقه درست از طرق توسل مشروعی است که در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. و انسان مؤمن موحد یکتا پرست، توسل یک عبادت است و عبادت که است باید به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. طریقه چهارم توسل با عمل صالح خود توسل کننده هست. انسان توسل کننده وقتی خودش مشکل می داشته باشه با عمل نیک خود توسل میکنه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد حدیث امو سه شخصی که در یک غار بند مانده بودن. سه شخص میرن و در یک جای، در یک غار از غارها هست، در اونجا شب سپری میکنن، مسافر هستن. بالاخره سنگ از کوه پایین میشه و وقتی که سنگ پایین میشه دانی سوراخ بسته میکنه. حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما نشان میده که امتهای قبلی توسل صحیح و درست وقتی که میکردن و او توسلشان نتیجه میداد و علامت بود از توحیدشان. میگه این سه نفر وقتی هر قدر زور میزنن، از اسباب دنیوی استفاده میکنن، نتیجه نمیده و سنگ بسیار بزرگ است.
است، بالاخره چی میکنن؟ هر کدامشان میشینن و اعمال صالحه خود به الله سبحانه و تعالی توسل میکنن با اعمال صالحه خودشان. یکیشان میگه پروردگارم من یک مادر و پدر بسیار ضعیف داشتم، اولاد هم داشتم، لکن برای از اونا بسیار خدمت میکردم و زحمت میکشیدم تا وقتی که مادر و پدرم غذا نمیخوردن حتی بر اولادهای خود غذا نمیدادم. پروردگارا اگر امی کار ما به خاطر رضایت تو کرده باشم، یعنی عمل خود برای الله پیش میکنه، پس پروردگارا ای عمل ما به خاطر رضایت تو بوده است، به خاطر ازی این وسیله قرار میته و میگه بالای ما رحم بکن. سنکم پیش میه دیگهش میگه که پروردگارا من یک دختر عمویی داشتم، بالای ازی بسیار محبت داشتم و به این دسترسی نداشتم، لکن وقتی میشه که او فقیر میشه و محتاج میشه و به من ضرورت پیدا میکنه و پیش من میه و من تقاضای نامشروع میکنم، او مجبور میشه مطابق خواسته های من آماده شوه، ولی بر من میگه که اتق الله، بترس از الله، آن چیزی که مثلا بر تو حلال نیست او رو نکو. میگه فوراً من از این منصرف میشم. پروردگارا به خاطر تقوا و ترسی که از تو داشتیم، الهی اگر من امی گناه را به خاطر رضایت تو ترک کرده باشم، پس پروردگارا بالای ما رحم بکن. سنگ یک اندازه دیگه هم باز میشن و دوست دیگهشان همین قسم توسل میکنن که پروردگارا من چی مشکل داشتم؟ یعنی کسی بود که پیش من کار میکرد، معاشش مانده بود و او رفت از پیش من اون مبلغی که از معاش ازی مانده بود ایره بر ازی چی کردم؟ همین مبلغ معاش ازی را من حیث امانت حفظ کردم، او را مال خریدم و در بین رمه خود گذاشتم. بالاخره ای بسیار زیاد شد و یک چند سال بعد وقتی این شخص پیش ما آمد و برای ما گفت که برادر یک مقدار مبلغ پیش شما از ما مانده بود امانت، امور پس بر ما میتین. او برش میگه که بیاین این می رمه از گله از گوسفند بگیر. میگه رشخند میزنی؟ چی میگه؟ از ما مبلغ ما بسیار کم بود. این برش میگه که من ایره مال خریدم و برای شما ماندم و به این شکل و باز همه این نفر همین مبلغ همین مال میبرم و بسیار خوشحال میشه و میگه پروردگارا اگر همین کارا ما به خاطر رضایت تو کرده باشم، پس پروردگارا بالای ما رحم بکن و این سنگ از اینجا دور بساز. پس در همه از اینا ما و شما میبینیم که این اشخاص توسل با چی میکنن؟ با اعمال صالحه خود میکنن. پس یکی از طرقی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما تعلیم داده است این است که ما چی کنیم؟ با اعمال صالحه خود چی کنیم؟ توسل به بارگاه الله سبحانه و تعالی بکنیم. طریقه پنجمی که ما میتونیم توسل بکنیم بیان عاجزی و بیچارگی خود ما هست به بارگاه الله. پروردگارا من عاجز هستم، ناتوان هستم، نمیتونم بسیاری از مشکلات زندگی خود رفع بکنم. ببینین زکریا علیه السلام چی میگه؟ زکریا علیه السلام توسل میکنه به بارگاه الله سبحانه و تعالی با اعمال صالحه خود. دوستان عزیز، از اینکه وقت برنامه پوره شده است، ان شاء الله تعالی توسل زکریا علیه السلام در برنامه بعدی خدمت شما تقدیم خواهد کردیم. تا برنامه بعدی شما را به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.